سلام، به کانال دیدی فیلم خوش اومدید. امروز میخوام داستان یه فیلم کره‌ای متفاوت رو براتون تعریف کنم که توش یه خانواده 4 نفره به خاطر فشار بیکاری وارد حریم خانوادگی یه خانواده پولدار میشن تا بتونن براشون کار کنن و خرج زندگیشون رو در بیارن. اما بعد یه مدت دخترشون میمیره. امروز اینجا با داستان فیلم پاراسایت یا همون پارازیت. ابتدای فیلم پسری به اسم کیوو رو میبینیم که میفهمه وایفای خونشون قطع شده. اونا توی زیرزمین زندگی میکنن و مخفیانه به وایفای طبقه بالاییشون وصل شدن. اونا کارتونه پیتزا رو تا میزنن تا بتونن حداقل یه پول ناچیزی در بیارن. اما با این وجود همشون یه جورایی با استعدادن، اما فقط مدرک دانشگاهی ندارن. کیوو زبان انگلیسیش خیلی قویه و خواهرش کیجونگ هم یه جورایی هنرمنده و میتونه هر مدرکی رو جلب کنه. پدرشون کیتای قبلا راننده بوده و مادرشون چونگ سوگ آشپزی خیلی خوبی داره. یه روز مین یکی از دوستای کیوو به دیدنش میاد و از طرف پدر بزرگش بهش یه سنگ هدیه میده که یه جورایی میتونه ثروت رو جذب کنه. بعدش اون با کیوو میره بیرون و اونجا عکس یه دختر رو بهش نشون میده و میگه این دختر یه خانواده پول داره و من دارم بهش زبان انگلیسی یاد میدم، اما چون چند وقت دیگه میخوام برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برم، ازت میخوام تو بری و بهش درس بدی چون یه جورایی بهت اعتماد دارم. اینجا ما میفهمیم که مین قصد داره بعد از ورود اون دختر به دانشگاه بهش پیشنهاد ازدواج بده و از کیوو میخواد که تو این مدت هواشو داشته باشه. خلاصه اون به خواهرش کیجون میگه براش یه مدرک دانشگاهی تقلبی جلب کنه تا بتونه باهاش اون خانواده رو متقاعد کنه که استخدامش کنن. کیوو وارد اون خونه بزرگ میشه و خدمتکار خونه به استقبالش میاد و میره خانم پارک رو صدا میزنه و اون بعد استخدام کیوو ازش میخواد که تو اولین جلسه کلاسشون حضور داشته باشه. اونا کلاس رو شروع میکنن و ما دختر خانم پارک داهه رو میبینیم که موقع آموزش کیوو دستشو میگیره و همین باعث تعجب مادر داهه میشه. اما در اصل کیوو قصدش اینه که نبضشو بگیره و این جزئی از آموزشش به حساب میاد. خلاصه خانم پارک به کیوو دستمزدشو میده و بعدش خدمتکار خونه کوین رو بهش معرفی میکنه و تو همین لحظه پسر بچه شیطون داسونگ رو میبینیم که یه پسر بیش فعاله و مادرش یه جورایی نگران آیندهشه. کمی بعد خانم پارک میگه تا به حال برای داسونگ مربیهای زیادی استخدام کردم، اما هیچ کدومشون یه ماه هم دوام نیاوردن. که یه دفعه کیوو میگه یه دختر به نام جسیکا رو میشناسه که تو تربیت کردن بچه‌هایی مثل داسونگ خیلی ماهره. روز بعد اون خواهرش کیجونگ رو میبره اونجا و به خانم پارک میگه این جسیکاست، همون مربی حرفه‌ای که براتون تعریفشو کردم. همزمان ما میبینیم که داهه داره یواشکی نگاهشو میکنه و بعدش کیوو که میره بهش زبان یاد بده یه جورایی داهه شیطونیایی میکنه و بعدش که دستشو میگیره همدیگه رو میبوسن. از اون طرف کیجونگ موفق میشه که یه جورایی داسونگ رو رام کنه و یه سری حرفا رو که از گوگل سرچ کرده بود و به خانم پارک میگه و همین باعث میشه خانم پارک بگه که داسونگ وقتی که کلاس اول بوده یه روح توی خونه دیده و از اون موقع تا حالا دچار خشم میشه. یکم بعد همسرش آقای پارک به خونه میاد و بعد از دیدن کیجونگ از راننده میخواد که برسونش خونه، اما کیجونگ که میدونه که خونهشون جای مناسبی نیست از راننده میخواد که جلوی ایستگاه مترو پیادهش کنه. خلاصه کیجونگ متوجه میشه که راننده فقط حواسش به رانندگیش نیست و اونم لباس زیرش رو از پاش در میاره و تو ماشینش جاساز میکنه. شب بعد آقای پارک اون چرتو پیدا میکنه و موقع رسیدن به خونه اونو به زنش نشون میده و میگه راننده عوضی من توی ماشین معلوم نیست چه غلطی میکنه. همین موقع کیجونگ صداشون رو میشنوه و خانم پارک در مورد راننده ازش میپرسه و اونم میگه پسر خوبیه، فقط اون شب گیر داده بود که منو برسونه در خونه، ولی در کل پسر خوبیه. اما چرا یه راننده مسن‌تر استخدام نمیکنید؟ اون میگه قبلا عموش یه راننده خیلی خوب داشته و اگه بخوان براشون پیداش میکنه. روز بعد اونا پدرشون کیتاها رو میبرن به چند تا نمایشگاه ماشین تا با سیستم مرسدس بنز آشنا بشه و بعد اینکه آماده میشه به محل کار آقای پارک میره و اونم مثل آب خوردن استخدامش میکنه. اون خانواده به این بسنده نمیکنن و گیر میدن به کوین خدمتکار خونه تا مادرشون رو جایگزینش کنن و موقع تحقیق کردن میفهمن که اون شدیداً به هلو حساسیت داره. اونا هم از همین در وارد میشن و پرزای هلو رو میپاشن بهش و بعد اینکه کوین میره بیمارستان
کیتا میره و توی عکس سلفی با خودش جاش میده. اون به خانم پارک میگه اتفاقی این عکسو برای همسرم گرفتم و بعدش از حرفای خدمتکارتون متوجه شدم که اون سل فعال گرفته و تصمیم گرفتم که اینو بهتون بگم چون این موضوع میتونه برای بچه‌تون خطرناک باشه. بعد اینکه اونا نقشه‌شون رو درست انجام میدن، خانم پارک از کیتا میخواد که به شوهرش راجع به این موضوع چیزی نگه تا یه بهونه پیدا کنه و اون زنو اخراج کنه. با نهایت تأسف کوین از خونه اخراج میشه. اما اگه نگرانشین باید بگم به زودی برمیگرده و اون خانواده رو بهتر خودتون ببینید. کیتا میفهمه که آقای پارک دنبال پیدا کردن یه خدمتکار خوبه و بهش یه کارت میده که مال یه شرکت خدماتیه و نیروهاشون یه جورایی حرفه‌ای و کار بلدن. روز بعد خانم پارک به اون شماره زنگ میزنه و میبینیم که اون شماره کیجونگه و اون بعد زدن مخ خانم پارک مادرش چونگ سوک رو اونجا استخدام میکنه. مدتی بعد داسون میفهمه که همه اون آدما یه بو رو میدن و این باعث میشه که خانواده کیوا تصمیم میگیرن بوهاشون رو تغییر بدن چون همشون بوی گنده اون زمین رو میدن. چند وقتی میگذره و خانواده پارک برای تولد پسرشون داسون به یه مسافرت میرن و میبینیم که خانواده یکی هم عین صاحب خونه حسابی از بودن توی اون خونه لذت میبرن. اون شب کیوا میگه وقتی داهه بره دانشگاه ازش خواستگاری میکنه و آخر سر میشیم صاحب این خونه و ثروت. فقط باید 2 بازیگر استخدام کنم که نقش پدر و مادرمو بازی کنن. اونا اونجا خیال پردازی زیادی میکنن که یه دفعه یکی زنگ در خونه رو میزنه. اونا میفهمن که اون کوین خدمتکار قبلی خونه است و میگه یکم خرت و پرت تو زیرزمین کنار آشپزخونه جا گذاشتن و چونگ سوک هم در رو براش باز میکنه. کوین تنهایی میره داخل زیرزمین و زمانی که چونگ سوک میفهمه که اون داره زیادی طولش میده میره داخل زیرزمین و متوجه میشه که کوین میخواد کمدو جابجا کنه. اونجا شوهر کوین کیونسه زندگی میکنه و کوین میگه 4 سال پیش که صاحب قبلی خونه این خونه رو فروخت من شوهرمو آوردم این پایین که زندگی کنه و راجع به این پناهگاه مخفی هیچی به خانواده پارک نگفتم. چونگ سوک میگه به هر حال من به پلیس زنگ میزنم که یه دفعه کوین اونا رو تهدید میکنه که حالا وقتش رسیده که من شما رو لو بدم. اون با تهدید فرستادن اون ویدیو برای خانم پارک شوهرش رو از اون سوراخ میبره بیرون و همچنان با فیلم گرفتن تهدیدش میکنه که یه دفعه از شانس بد اونا خانواده پارک به خاطر بارون شدید دارن برمیگردن و چون گرسنه‌شون شده از چونگ سوک میخوان که براشون غذا بپزه و حدوداً 8 دقیقه دیگه میرسن خونه. خانواده پارک از راه میرسن و کیوا زیر تخت داهه مخفی میشه و یه دفعه کوین موفق میشه که از دست داهه فرار کنه. اما چونگ سون موفق میشه با یه حرکت اونو برگردونه به زیر زمین. یکم بعد گیونسه با خاموش روشن کردن چراغای خونه یه پیام طبق الگوی تلگراف میفرسته که از آقای پارک تشکر کنه که بهش جا داده، اما بعدش داهه میبرش یه گوشه میبندش. همزمان خانم پارک به چونگ سوک میگه داسونگ یه شب اومده بود از یخچال خامه روی کیک و برداره و بخوره که یه دفعه یه روحو میبینه و از اونجا به بعد دچار یه جور قش کردن میشه. خلاصه هر کدوم موفق میشن که خودشونو به پذیرایی برسونن تا بتونن فرار کنن. اما داسونگ میاد که برای بازی کردن بره توی حیاط و میبینیم که اونجا یه چادر میزنه و به خاطر همین خانم و آقای پارک تصمیم میگیرن که همونجا بخوابن، در حالی که 3 نفر از خانواده یکی زیر میز مخفی شدن. تو همین لحظه آقای پارک بوی گند رانندش داهه رو حس میکنه و بعدش شروع میکنه به بغل کردن زنش. یکم بعد خانواده یکی بعد از خوابیدن آقای پارک و زنش از طریق پارکینگ خونه فرار میکنن و زمانی که به محله خودشون میرسن میفهمن که کل محله رو آب گرفته و خونه اونا هم به خاطر اینکه زیر زمین بوده کلا رفته زیر آب. اونجا کیوو اون سنگی که دوستش بهش داده بود و از داخل آب میاره بیرون و روز بعد ما میفهمیم که خانم پارک میخواد تو حیاط خونهشون برای پسرش جشن تولد بگیره و وقتی
وقتی با کیداهه میره خرید دوباره بوی گند اونو حس میکنه. بعد میبینیم که کیوو تو اتاق داه هست و اون سنگ رو از کیفش بیرون میاره و بغلش میکنه. اما اون نمیدونه که تکون دادن اون سنگ قراره باعث و بانی همه بدبختیاشو بشه. همزمان آقای پارک و کیداهه کلاه سرخپوستی سرشون گذاشتن که داستون رو غافلگیر کنن و میبینیم موقعی که خانم پارک و کیجون دارن کیک رو میبرن، کیوو با اون سنگ میره داخل زیر زمین. کیونگسه دخل کیوو رو با همون سنگ میاره و میره طبقه بالا و از آشپزخونه یه چاقو برمیداره و میره داخل مهمونی. و چونگسوک یه سیخ کباب رو فرو میکنه تو پهلوی کیونگسه. اما همزمان آقای پارک از کیداهه سویچ ماشینش رو میخواد تا پسرش رو که قش کرده به بیمارستان برسونه. همزمان میبینیم که داهه کیوو رو از زیر زمین آورده بیرون. اما موقع برداشتن ریموت دوباره بوی گند کیداهه به مشامش میرسه و همین باعث میشه که اون عصبانی بشه و رد بده و یه چاقو رو فرو کنه تو قلب آقای پارک. مدتی میگذره و میبینیم که کیوو نمرده و داره به همراه مادرش زندگی میکنه و با هم به دیدن خاکستر خواهرش کیجون میرن. اما پدرشون کیداهه ناپدید شده. تا اینکه مدت‌ها بعد کیوو خونه پارک رو زیر نظر میگیره و میفهمه که یه چراغ تو خونه هست که همیشه خاموش روشن میشه و بعدش اون موفق میشه که رمز اون پیامو کشف کنه. و اینجاست که ما میفهمیم کیداهه توی زیرزمین مخفی شده و همون اوایل جسد خدمتکار قبلی یعنی کوین رو برده و توی حیاط خونه دفن کرده. آخر داستان هم میبینیم که کیوو با خودش عهد میکنه که یه روز اونقدر پولدار شه که بتونه اون خونه رو بخره و پدرش رو نجات بده. و اینجاست که فیلم تموم میشه. امیدوارم که از فیلم خوشتون اومده باشه. برای دیدن ویدئوی بعدی حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم روشن کنید. منتظر ویدئوی بعدی دیدی فیلم باشین.